یه لحظه اشتباه کرد. فرصت برای چادرملوی اردکان. پیمان بابایی میزنه به سمت دروازه و اونجا حامد لک دروازه مصر رفسنجان رو نجات میده. رضاییان رامین حرکتش رو شروع کرده. رامین رضاییان میتونه تا شوت بزنه، میزنه به پشت دروازه باز. میتونست که دروازه باز بشه. ارسال خیلی بلند درون محوطه بیرون نیومد اونجا. محسن فروزان رو با عکس‌العمل خوب توپ رو به کورنر فرستاد. ترابی پاسش برای هاشم نژاد. هاشم نژاد چه خواهد کرد با این توپ؟ حالا ضربه‌شو میزنه. ریوان میتونه گل بشه. نیازمنده که دروازه رو نجات میده. فرصت برای پرسپولیس به سمت دروازه. یه موقعیت، فرصت برای پرسپولیس. حالا از این ور یه شوت و به بیرون. از سمت چپ مهدی لیموچی مقابلش قریشی رو داره. خود لیموچی اجازه نمیدن. انزونزی ضربه نوک پای استیفن انزونزی.